یک پاکستانی، یک افغانی، یک دنا ایرانی ارسیش رفیق میشنه مایا قچاقی مور آمریکا. باز وقتی که در آمریکا میرسه اینا چون قچاقی رفته بوده در گیر موره، باز اینا رو میگیره میخواد که پس رد مرز کنه. یک چند وقت زندانی میخواد اینا رو شلاق بزنه. باز ایرانی رو میرنه در وسط میدان شلاق میزنه، میگه تو بخاطر که ایرانی مسلمانی خوب آدمی توری از تو یک درخواست قبول نم. چی درخواست داری؟ ایرانی میگه که مرا چند دانه شلاق میخواید بزنید؟ میگه 100 دانه شلاق. میگه مرا می 100 دانه شلاق بزنید دیگه زنده برید که ما پس برم ایران در منطقه خود خوب پیش خانواده خود برم. بعد پاکستانی رو میرنه شلاق میزنه. وقتی که میخوای شلاق بزنه میگه پاکستانی رو میگه یک شرط چیه؟ پاکستانی میگه که شرط نیه که از 100 دانه شلاق مرا 50 دانه شلاق بزنید. بازی افغانی رو که میره در وسط میدان تامونه میگه که تو از خاطر که افغانی مردم افغانستان خوب قهرمان قوی ایتوری از تو 2 دانه شرط قبول کنم. بازی میگه که خود 2 دانه شرط که قبول کنی، شرط اول میگه که پاکستانی و ایرانی را که 100 دانه شلاق زدید مرد 200 دانه شلاق بزنید. بازی ایرانی که آمریکایی که شلاق میزدن میگه آفرین در غیرت افغانی تو افغانی افغانا همیشه نمی تو غیرتمند نمی تو قهرمانه. باز میگه شرط دوم خورم بگی شرط دوم خورم میگه اینوی 200 شلاقی که مرا میزنید امی پاکستانی رو پشت بستک میاد بعد مرا شلاق بزنید. وقتی که ما صنف اول بودم من یکی دفعه که بیراکاری میکردم میخواست مرا بازی بود که بیراکاری نکنم. پیش من فکایی میگفت که یک 2 دانه تریاکی بوده 2 دانه دیوانه بوده اونا رو گرفته بوده در شفاخانه زندانی کرده بوده که اینا جرش نه. بعد چین دفعه گرفته بوده یک دنیا از دیوانا که خو رفته بوده دیوانه دیگه ش آمده بوده سرش منچی کرده بوده در زیر کت قیم کرده بوده. این دکتر مایا در روز نشی سوال نه که چرا توری کردی چرا سر از منتی کردی؟ میگه که ایرم توری کردم که وقتی خودش از خواب بیدار شده می سر خود پیدا میتونه از زیر کرد یا نمیتونه. وقتی که ریزه بودم درد من مردم که یک دانه بچه میکرد داشت یک دانه لباس جور میکرد مثلا در ما یک دانه لباس جور میکرد ما کلان مشتن دیگه و لباس در جان ما نمیشد. باز او رو اوستو نمینداخت میگفت یک دانه بچه دیگه هم کنم که لباس درشی در جان چی کنم عیف نشنه. یک دانه رفیق داره زیاد تا هیکلی کلانم و همیشه خر میگی. بعد از یک روز امو رفیق ما بود بیرار ما بود کاکای ما بود هر 4 ما رفتی در یک دانه باغ دوزیم کردی غوره دوزیم کردی از یک باغ. یک دفعه اینا شاخی از باغ برشده بود دمو غوره مینداخت موزرش غوره رو جمع میکردی میخوردی دیگه داخل پلاستیک هم جمع میکردی که دوزی کنی ببری یک جای دیگه بخوری. یک دفعه صاحب باغ خبر شد از دنبال مو خیز کرد مور یک طرف دیگه دوند باز داری همین تو کلگی مو دویدی خیز میکردی و صاحب باغ هم از دنبال مو خیز میکرد. باز یک دفعه صاحب باغ صدا کرد گفت بچه خر استاشو. یک دفعه سعی کرد می رفیق من که کلان همی استاش شدم میگه که شما برین مرا شناخت. وقتی قدیم هم اینی قدیم بوده دیگه تو میوه جادی چیزا زیاد در بازار نمیمده بوده. باز یک دن از منطقه از مو یک بچه رفته بوده ایران. باز در ایران که موره در سر کراچی مو سر سرک کیویر مینگره کیوری که میگره باز می تو قچی ایران میمونه میگه که خدای ایران چقدر پیشرفت کرده کچالیش بخیر موی بور کرده. این مردم کابل کسته که خودن خسر موشور شیار نه از هر چی سر مفکایی جور نه وقتی که از ولایت کابل به خودن خسر کابلی نه تو سر مو ایسوسو میزنه خودن خورا. باز خودن چه یک وقت از کابل طرف یک دن از ولایت ها رفته بوده از طالبا ترسیده بوده که حالا اگه مور طالبا بگیره چیکار شه و چیکار نشه و باز یکش میخزه میگه که خدایا اگه طالبا مور در راه بگیره سرمون منچی کنه موسر قمپاس خنه بی. زمانه قدیم که بوده مردم های قضیات خارجی ایران چیزا اینجا نمرفته بوده رقم امروز نبوده که مردم های ایران خارجی حساب نمونه میگه که بچه‌م در ایران در خارج نیه دلش از اونجا خارج بره. وقتا که بوده کم کم گو طرفا مو رفته بوده. باز یک دن از بچهای منطقه رفته بوده ایران در اونجا که موره یک هفته 2 هفته مو من می گبای کمکش رو یاد میگیره. باز در خانه خو زنگ میزنه در ای خو زنگ میزنه میگه که سلام مامان جون خوب هستی؟ باز یکم چطوری توریش خلاص میشه. باز در خوارش میرسه 3 تا خوار داشته بوده. باز از ای سوال مونه که مامان جان می 3 تا آبجیم چطوره؟ باز ایش همونطوری هنگونه که خدای آبجی چی باشه. باز میگه شاید بوجی ها رو بگه شاید 3 تا بوجی چیزا داشته بوده. میگه که بچه ما یک دنیش رو گرفتیم در روی جول انداختیم باید در تایپایخ کرده.
باز یک دونه دیگه شیره موش زده بود، شکاف شده بود، پرتیو کردم من بله خاکشتره. یک دونه دیگه شیره منش بادام انداختیم در انباره و گناه رسم نیده یک دن از استادم یک وقت قصه میکرد، میگفت که رفته بودیم قدمی بچه ها کلگی می جمع شده بودیم رفته بودیم ایران. باز میگفت یک دن دمی سر کار که بودی زیاد خسته میشدی تشنه میشدی چیزا بود. یکی از این بچه ها از سر کار آمد زیاد تشنه شده بود، یک گم بشکه هم اونجا اشتا بوده، باز امیر گرفته در سر خو بالا کرده مو خورده بوده دیگه، انگار او مو خورده بوده. باز یک دن از ایرانیا صدا مون میگه که داداش نفت نخور نفت. باز دنیا سفته پی چاشانه تو جانی عاشق بلای بریده تو جانی عاشق بلای بریده تو میگه داداش نخور نفته. بازی میگه که بار بابا بو کم گرفتیم که نموفته جانی عاشق بلای بریده